من حاضر تو را دستگیر میکنم. وقتی که تو کلان شوی کی شدن میخواهی بیلال؟ من میخواهم آدمی بزرگ شوم. شمشیر و اسب تو را آدمی بزرگ کردن نمیتوانند. آدمی بزرگ بودن این یعنی بدون زنجیرها. کدام زنجیرها؟ من زنجیرهای داخلی تو را میگویم. تو آزاد بودی. همین خیلی بیلال. یک چند سال پیش دشمن ها به دهه ما حمله کردن و مرا و خواهرم را گرفتند. با زانو زد خودم. او به تو چیزی گفت؟ ما که آزاد می شویم. ما نباید تسلیم شویم. آدمی بزرگ بودن این یعنی بدون زنجیرها. حکایه تو از اینجا بیرون میبراید و از تمام جهان میگذرد برای یک جویا کردن ما. وقتی که تو کلان شوی کی شدن میخواهی بیلال؟ استاد پسرم آخر هجری کمتر آهسته بیایه بپرس. استاد هنگامی با مسجد آمدنم یک برادر سرم رو بسیار آمیخته کرد. با جای من هم نماز بخوان گفت. استاد با جای دیگر کس نماز خوانده نه هجری میشود؟ مگر با جای دیگر کس نماز خونده بشود؟ نفهمیدم استاد. پسرم مگر با جای دیگر کس نماز خونده میشود؟ خونده نمیشود استاد مگر این خیلی میشود؟ خوب نباشد بنویس هجری. با جای دیگر کس نماز خونده نمیشود. خدا از شما راضی باشد. استاد با دیگر کس ثواب دادن ممکن است؟ چی؟ ثواب دادن میشود. پسرم این مگر خون است که اون رو میدهی یا توبه؟ آخر استاد مثلا فرض میکنیم که ثواب‌های من زیاد است با یگان کس دادن میتوانم نصفش شد. نه هجری معلوم که ثواب‌هایت بسیار شده مانند اون است که وقتی راه گشتن هم ثواب میگیری اما با دیگران ثواب دادن نمیشود. اگر خواهی که یگان کس ثواب گیرد برای او بسیار دعا بکن. اینش بس است. اما گوش کن لیکن گناه میگذرد. از خفای یک کسی دیگر گپ زده برای او فکر بد کنی گناه او با تو میگذرد. هجری از همینش دوری جستن لازم است. مرا فهمیدی؟ خدا از شما راضی باشد استاد. تمام شد؟ تمام شد. خدا راضی باشد استاد. بسیار معلومات خوب دادید. رحمت. خیر هجری من رفتم. جدا شدن. این سفر این پسر رو فریب کردن هم لازم دیگر چاره ای ندارم. این شوکت دویشتم چکل مرا فریب داده. السلام علیکم هجری. علیکم سلام اکای جوهر. چه خیلی پسرم؟ شکر خدا. شما چه خیر؟ خدا را شکر من هم خوب هستم. اینه در خوابم تقاید را دیدم. حالا شیش خوب نبود. انشالله بخیر است. من در شب خواب در یک بیابان بسیار گرمی بدواهیم هستم. بعد از آن تقاید باشد از تشنگی حلقش قاه شده است. از این طرف از آن طرف با جستجوی آب میبراید اما آب یافته نمیتواند. در این وقت قیمتی خداوند آسمان علم و دو قسم جدا شده از داخلش یک قلم برآمد. در همان اثنا یک صدا بلند شد. آن امضا را گذاشته ثواب به دست آر. آن امضا را گذاشته ثواب به دست آر. این خیل شد از حکمتش سوال کردن نمی شود. از نوک قلم به دهان تقاید باران باریدن را آغاز کرد. همین خیلگویه. اکای جوهر تقایم در اون دنیا بسیار تشنه شده است. من رفته در حقی او دعا میکنم. پسرم تو هم هیچ را نمیفهمیده ای کو. قلمی که در خوابم دیدم کو انا عیناً مانندی. کنی بینم همین؟ عیناً همین بود. کنی به اینجا امضا گذار. اکای جوهر مبارک شود. بخیر است. در خواب قلم رو بینی فرزنددار میشوی صاحب پسر میشوی. بیا یک آغوش کنم تو رو بیا. لیکن تو هم هیچ چیز را نمیفهمیده پسرم. خیر فهمیدم که عبادت خوب داری ثواب دست میاری اما تقاید در آنجا در چه حال است هیچ فکر نداری. آدم در بسیار حالت مشکل است. من میگویم که آن زمین هست کو تو آن را به نام من گذران بعد باشد تو ثواب دست آورده به تقاعد هم از این ثواب رسد.
بیا. اکه جوهر حاضر از استادم پرسیدم ثواب دادن نمیشود، یعنی ثواب دادن جایز نیست، ممکن نیست. چه خیلی ممکنه بوده است. آن استاد تو چند بار کاری ثواب کرده است. یا خدای توبه، ما هم از پیش خودمون آمدیم، مصلحت کرده پرسیدیم، هم از دامولوهای با قوت فتوا گرفتم. پسرم جایز است، این دیگر مسئله است، این کاری خیر و احسان است. بیا. یعنی شما از یگان دامولو پرسیدید؟ البته بله پرسیدم، جایز گفتن. جایز میگویند؟ بله جایز گفتن. کنی به اینجا امضا گذار. اینجا منش کنی قلم را با خیر است استاد. بیا رفتیم. اوی پیش درو. این دامولهاش از کجا برآمدن؟ کثافت بلا زند. خدای توبه. این دامولا بسیار هوشیار است. این دامولازیا از پشت این زمین هجره است. تو زمین را میبینی و دیرتر. یا خدا یا خدا یا خدایا توبه، خدایا توبه. برادر لوین جان، در این کار یگان خطاگی شده نمیتونه. گوش کن، در نزد ساحل بر بسیار خوراک شامی رمانتیکی تیار کردیم. گوش کن، بسیار خنک خوردیم. باز غیشک روشنی شم بود آنجا، محیطی بسیار عالی جناب. بالای همه این تو با دختر اظهار محبت کردی، یعنی گلی. من نفهمیدم مگر از این باز زیادتر میشود؟ جانم همین خیلو نمیبینی، با نزد دوست داشته پیشینش رفته است. چی؟ اینه لوین او مگر دوست داشته است؟ بله اکه، و از من دوست داشتنش را پنهان کرد. جانم باشد، خوب که دختری راستگو بوده است. نمیبینی راستش را گفته است، یعنی تو را رنجاندن نخواسته است. پگاه باشد همراه دوست داشته کونش به خوراخوری میرود. اینه گوش کن لوین برادرم، گوش کن، حقیقت تلخ است. همچون اکد به تو این را گفتن میخواهم. اگر این دختر اگر با دوست داشته کوهنش به خوراک خوری رود، این سلین اگر دوست داشتهش را بخشد با وی میماند. اگر از هوا سنگم ریزد تو سلین را فراموش بکن برادرم. با فکر منم لوین فراموشش بکن. اصلا فراموش نمیکنم. اگر حیات پسری باشد مردنم بیاد. خدا را با این قیچی برخشم. قیچی را پرتو با این خودت را بکش. ای احمقا، قیچی کاری من است. ای تو چی سفسطه میگویی؟ به جای آن که لوین تو را فکر کنی تو قیچی را فکر کنی. ای خودش را کشتن سری برادر بلا میگذارد. رو از اینجا، رو از اینجا. خدایا توبه، من به تو نگفتم گلی. این پسر سری ما را در بلا میگذارد، مگر من به تو نگفتم؟ تو چون همیشه سفسطه میگویی. من رفتم. تو به کجا بروی؟ در اصل من باید روم. با خیرش خانم زهرا با کجا میروی؟ کار شما چی؟ نه آخر، اگر بابایتون پرسد که پسرم همسر در کجاست من چی جواب میگم؟ با سلیم به بیرون رفت میگوید. گوش کنید خانم زهرا، اقلا مکان میرفتگیتون رو گوید. یک به سرتون یگان چیز میوید، یعنی خبردار باشم. نباشد به کجا رفتنتون مهم نیست. هیچ چیز نمیشود دامولا، به سر ما هیچ چیز نمی آید. اگر آید هم زاغی سیاه ساخته، شوهری ساختم آمده ما رو نجات میده. اوه، این موضوع حالا هم پوشیده نشده است مگر؟ شما حالا هم در آنجایید خانم؟ پوشیده نشده است. خیر میبینیم چی میشه. پسرم لبای بین، انا این ماشین را میگیریم. بسیار خوب، بسیار ماشین زیبا بوده است، اما این برای جوانان نیست پدر جان. برای جوانان این چی معنا دارد؟ یعنی میگویم که با شما قدر موافق نیست. از آنه که به من موافق بودن و نبودنش را میگویی، از زنت بپرس که وای به تو موافق هست یا نه. یگان چی بگو فرو؟ آخه چی گویم من؟
خانم تولین از این خانه گریخته خلاص نمیشوید. از زهرا و از دامونا بخشش میپرسی، نباشد در این خانه تو راحت را نمیبینی. باز یگان حادثه روی ندید. پدر جان التماس آرام شوید، خودتان را بهوده عصبانی نکنید. از آنی که مرا آرام شوید میگویی زنت را بگو بخشش پرسد. مایلش پدر جان. بابا جان من به نزد سلین میروم. خوب اما تنها نرو، با دامولازیا برو. حامله دار هستی به تو کمک میکند. وای آقا در نزدیکی میشود، یعنی یگان چیز رو دیهد خبردار میکند، زنگ میزند. میلش خوب نباشد برو، احتیاط باشید. میروم. خیر تا باشید. سلامت باشید. تا بازدید جانم. داماد لبه ماشین چهل است. ماشین خریدنی هستم. مستنگ مدل 66 بسیار زیبا. ماشاءالله تو هم ماشین را میفهمیده ای؟ کم کم شوق دارم، کمتر میفهمم. با شوکت گپ زدیم، قرار دادیم که این ماشین را میگیرم. یک جای قرار دادید؟ بله یک جای قرار دادیم. ماشین را آخر او یافت. بخیر باشد آقا. چی گپ است؟ با آقای اکرم ماشین ورزشی میگیری؟ تو با خودت ماشین رو میگیری یا با آقای اکرم؟ چه علاقه دارد؟ به همه کار خودت رو همراه میکنی. خیر از من پرسید که اما ماشین رو خرم چه خیلی است؟ من گفتم بهترین است. فکر کردی ماشین ورزشی او رو خرسند میکند. گرفتیم بد شد. آخر ماشین دوست داشته جوانی او بوده است. خودش رو باز هم خوبتر حس میکند. این کار یگان جای بدی ندارد برادر. شوکت در داخل این کار یگان کار دیگر رو فکر نداری؟ چه علاقه دارد برادر؟ برای بابای اکرم خودش رو خوب حس کند گفته یک کاری ثواب کردم. یک چیز رو فهمم. کاری ثواب؟ کاری ثواب؟ همین یک توی بدت نموندیده. یا خدایا توبه. تنها تو مسلمان هستی. ما مگر کاری خوب کردن نمیتوانیم. هیچ علاقه دارد. مسئله رو دور و دراز نکن. برادر به خدا از وقتی که من راننده شدم اهمیت ده. بابای اکرم تماما دیگر شده است. جوان شده است. موی سفید 70 ساله یکی به مثل 20 ساله شد. با فکرم خسارت در جوانیش کیف و صفا بسیار میکرده است. رو همچون حامله‌دار میدونن. خونگی اوقایتون فهمن چی میکنی؟ چی میگویی؟ یعنی دروغ گفتنی باشه چی میگویی؟ بله دروغ گفتم. بابایم را هم فریب کردم. حامله‌دارم گفتم. آینه‌دار شدم گفتم. چه خیر کردم؟ من چی کردم سلینا؟ بس از زورت تو هم از حد گذروندی کو؟ گذروندم ازدواجی ساخته کردم. ساخته حامله‌دار شدم. من ننوشم کی مینوشد سیلین تو هم بینوش. میشود لیکن من نوشم تو رو کی به ترتیب میدارد؟ یعنی تلینم هم راست میگوید. من ساخته کار دروغ گویم. من بسیار یک آدمی بد هستم. بدام الله هم ناحقی کردم. نه زورو جون تو ساخته کار هم نیستی دروغگوی هم. تو برای خرسند کردنی بابایت این کار رو کردی. در سین جوانیت تو حیاتت رو برای بابایت فدا کردی. اما نمیدونم این بازی ساخته تو کجا دوام میکنه. سلین ساخته هم باشد من آیله دارم. اما مانندی دیوانه ها بزاقسی عاشقم. زاقسی ها بدراحت عاشقم. زهرا جان رای خوش رو چرونی؟ مکن فندم عزیزم نیوری چیسان با فند شیرین میرم مکن فندم سرودی دوست داشته من رو خونده ایستادم. عزیزم برای زاق سیاه خونده ایستادم. برای کی؟ برای شما چی از این جز روید من رو شناس شدن میخوام. اما ما نمیخواهیم احتیماس روید. اهمیت است بیا رفتیم. با فکرم ستاره هر دویم ما موافق است. همین طور نه اصلا لک برای من نخونی. من زاقی سیاه را دوست میدارم. چی؟ با تو چی؟ رو اصلا کارم شم نباشد محصول رو خرید بکنم. بینای عشق را اصلا اینجا بیا بس هسته؟
این رو بینه ساعت چند این دختر کجا شد؟ مایلش زنگ نزن کل از خودت رو به دست گیر. اگر زنگ زنم میگوید که دوملا با من رشک کرده ایستاده اید. یک کاری شما چی دوملا؟ الو دوملوسیو گمراهی دنیایم تو کردی تنهایم دوملوسیو هیچ مشرده ایستادم سردی بگو بدانم چی تو کردی دوملوسیو خانم سلین شما در کجای داماد شما را گیرم؟ مستم دل به تو بستم خانم دوستارت هستم مستم دل به تو بستم عهد و وفا را نشکستم آماده شما را میگیرم انتظار شوید. مایلش دوستت میدارم آخر دوستت میدارم مگر نمیفهمی. ملیس جان تو چی پرسیدن میخواستی؟ نسبتی دختر یگان حسیات داری؟ دختر؟ درباره بیتول گپ زده ایستادم مگر نسبتی او یگان حسیات داری؟ ملیس جان چه علاقه دارد؟ از کجا این رو برآوردی؟ سمی با من شفشف نگو لطفا راستش رو بگو با من جواب ده مگر او دختر به تو معقول است؟ معقول است؟ البته که نه. چی خیلی که تخمین کرده بودم هیچ سورپریز نشد. ملیس جان چی گفتنت رو نفهمیدم. مایل سمی با من دروغ گفته نیست. من در اصل برای خوشبختی خواستن آمده بودم. میدانم تو اون دختر رو دوست میداری. گوش کن این خیلی چیز نیست. یعنی بیهوده فکر کرده خودت رو خسته نکن. چی خسته میشدم؟ یا خدایا توبه گویا که من به تو محقولم. علاوه بر این من برای تو زیادتیم. بله من برای تو زیادتیم. آخر تو برای خود یاری افتی کو. برای تو خوشبختی میخواهم. مایلش ملیس این دختر چی میگوید؟ زهرو بس است تمام میرویم حالم خوب است برام بزار بس است کنی شد رفتیم بس بسیاری بد نوشیدیم مرا ببخشید و چشمانم رو از شما لحظه هم دور کرده نتوانستم. اگر رفتنی باشه شما رو در کجا دیدم میتوانم؟ در چخوری جهنم. مالاشا یک تو چی خدر آدمی چسبک هستی؟ با تو گپ نزدم من با دوگانت گپ میزنم. از سببی که دوگانم رو جواب داده نمیتواند در حال من به تو جواب میدهم. در حال گم شو از اینجا. اما من تو از خودی اون نشنوم نمیروم. همین خیلی نمیروی. مایلش نباشد حالا من به محافظان شکایت میکنم. زورا جان تو یک لحظه ایست حالا بریم. بیایید من شما رو همراهی کنم. هم هوای تازه میگیره. چه؟ هوا میگویم هوا. بیرون برایم هوای تازه میگیره. سلن در کجاست؟ او هم با بیرون برامد. آخر به نزدیک او میرویم. کنی بیا. ای بسه من دوگانه هستم نزدیک او میباشم. من چه خیلی مرا پرتفتم میرود. البته بیا کنی. زهره در کجا؟ نویستن بیا کنی بیا ایست بیا زیبو یکم با تو به اگون جای خلوت رویم استوند مرا به کجا میبریم سرده چی شد؟ سلین در کجاست؟ سلین رو چیکار میکنی جونکم من با تو هستم بیا رفتیم خونم نزدیک هستیم نمیشود سرده من نایله دور هستم برایم این مشکلی ندارد اما برای من دور بیا رفتیم عزیزکم من با تو رفته نمیتونم عزیزم من تمامی مشکلی تو رو حل میکنم بیا رویم یک روی نکن سرده گفتم تو رو حاضر زاغیسی آمده چونان میزند که تو رو بس هست از بگاه با زاغیسی ها گفته ایستاده این زاغیسی هاش کیسته؟ زاغیسی ها منم
آمدنت را میدانستم من باید زود روم، کاری تجیلی دارم. زورو من باید که روم. نه رب خوش میکنم. کاری مهم دارم، باید روم. اگر روی باز میآیی؟ میآیم زهرا، میآیم. بعد دیدیم. زهرا میآید؟ نمیآید. زهرا جانم در اینجایی؟ سلیم انا بین زوغی سیاه آمده. حالا همینجا بود. انیق زوغی سیاه در اینجاست. خدای توبه میرویم. البته میآیم. بیا رفتیم، تو بسیار مست هستی. میآید گفتم کو. خدای توبه من مستم اگر سلیم. زهرا دیگر کلید رو داده‌ای. در گشوده نمی شود. اوف زهرا، این کلید هم دیگر است. با دقت نگاه کن. ایست باز نرفتی. نکشوده شد. رفتیم. این رو به من ده. مرا بیدار. آهسته راست باش. درو زهرا جان، اگر تو رو به حجرت می بودم همه خبردار می شدم. چه خیلی آنجا خدایا مرا به اینجا بذار. زهرا تو در اینجا خنک می خوری. خدایا چی؟ گذار به اینجا. اگر تو رو در اینجا بذارم همه به اینجا بذار گفتم. چی گفتم؟ زهرا؟ من تو شراب نوشیده ای؟ نه بابا جان، چقدر شراب؟ کنی پوف کن پوف. از دهانت بسیار بوی بد می آید. دخترم چرا این خیل میکنی؟ مگر در حاملگی آدم شراب می نوشد؟ من نه، البته که تو. من یکم کار بد نکردم. نه زاغ سیاه آمده بود. زاغ سیاه. تو مگر زاغ سیاه را دیدی؟ نه بابا جون، چه خیلی زاغ سیاه. زهرا آیسته زهرا جون به اینجا شین. من همین خیل شین. آیسته باش. تمام دخترم، تو میتوانی روی. من خودم حل میکنم. مایلش بابا جون و شبهای خوش. زهرا دخترم، بس است اکنون. الکی نام زاغ سیاه را از تو شنیدن نمیخواهم. تو یک زنی آیله دار هستی. علاوه بر این با دامولازیا بر این یک دامولای محترم آیله دار هستی. یکی این حال را دامولازیا ببیند، پس ما چیکار میکنیم؟ زهرا، اگر خودت را فکر نکنی شوهرت را فکر بکن. اگر شوهرت را فکر نکنی طفلت را فکر بکن. زهرا، خودت را به ترتیب درار. این نباید دوام دهد. آی نبیره زیبایی من، چرا این خیل میکنی؟ دامولازیا خوابش برده است. من او را بیدار میکنم. بسیار خوب. خیز زهرا خواب است. زهرا جان، بیا رفتیم. بیا آهسته بیا جانم. خیز بیا رفتیم. آهسته خوابش برده است. بیدار نشده. آهسته رفتیم. دیوانه. آهسته
وای آدمی مبارک است، از رویش نور میبارد. دختری ما بوی شراب میکند، داملا هیچ اهمیت نداد. گرا داشته برد. کنی آب گیرم. استر خانم زهرا انا بیارید. خوب هستید؟ خوبم. ها وزیر کمتر آب نوشید. سرم تاب خورده است، دلم شوریده است. کمی آب نوشید حالتان سبک میشه. زهرا خانم چرا اینقدر بسیار مای نوشیده داخل؟ برای فراموش کردن. برای چی رو فراموش کردن؟ زهرا که همه رو فریب داده، همه رو برباد داد. خانم زهرا شما یعنی هیچ کس رو فریب نداده؟ دروغی ساخته کار برای عشقم رو فراموش کردم. گوش کنید خانم زهرا شما دروغگو نیستید، فهمیدید؟ شما همه این رو برای نرنجاندن بابایتان کردید. حالا اینها رو فکر نکنید، کمتر استراحت کنید. هیچ کس رو نرنجانده ایده نکنید. خوب کنید. خوب شما رو ما رو فکر نکنید. حالا شما استراحت کنید. آهسته خوب کنید. خوب بشید. من بسیار خوشحال هستم. اگر مرا راحت گذارید پس خوشحالتر میشوم. آقای کنعان همین خانم سلم با شما گپ زدن نمیخواد. دست طبقی خطی آدمات کچ کیجا. برای آنکه دستی من معیوب است با من چنین رفتار میکنید؟ پگاه تمامی عذابهایم با آخر میرسند. حساب تمامی عذابهای کشیدم را از تو میگیرم کلتکیل است. به همش جواب میدهی. به همش. چه نگاه داری؟ من شما رو بسیار یاد کردم. من انت را یاد کردم. اومدنتون رو میدونستم. من برای اومدن وعده دادم. بازداملازی ها نفهمد که تو در حجرت نیستی. نه اون کس با نواز رفتن. خیلی داری چه رفته ای شده است. باری آخرین باخری همون گفته بوده که داملازی ها رو دوست نمیداری. فکرت عوض شد؟ با اویله دار شده ای؟ نه دوست نمیدارم. پس چرا اویله دار شده ای زهرا؟
توبه این در چرا گشوده است؟ گوش کنید خانم زهرا، شما یک زنی آیله دار هستید، با شما این دفگر زدن درست نیست. هم برای تو هم برای داملوزیا خوب نمی شود. باز حامله دار بوده ای؟ حامله دار نیستم. اینش از کجا برآمد باز؟ یعنی حالا نیستی همون رزی می شود که کودکدار می شوی؟ نمی شوم. اما از داملوزیا رزی کودکدار می شوی؟ نه نمی شوم. زوغسیو برمیلش باز یکان کس نبیند من میروم. آی نرو ایست. نه نمی شود. دامولو رو به یک طرف گذار. نرو. التجا میکنم رویت رو به من کشون. این نقاب رو از رویت گیر. خوش میکنم. زهرا نرو خوش میکنم. زهرا من باید روم. زهرا با کی کم زده ایستاده بودی؟ با هیچ کس. با هیچ کس ها؟ خیر در اینجا چی کار میکنی؟ هوای تازه گرفته ایستادم. هوای تازه؟ یا که زاغ سیاه؟ نه بابا جان، با هیچ کس گپ نزده ایستاده بودم. من به تو چی گفته بودم؟ با آن زاغ سیاه دیگر وان نمیخوری نگفته بودم ها؟ تو آیله دار هستی، کودک انتظار هستی. اگر یک بار دیگر با او گپ زدنت را و واخوردنت را بینم، تو را هم از طرف خودم هم از طرف دامولازیا نمی بخشم. فهمیدی؟ با خدا آقای اکرم حلالت بود. با این نبیرت اکرم که بیزن که دامولازیا را فریب نکند. این خیل بد اخلاقی را به خودت چی خیل زیبنده میدانی ها؟ زهرا، تو را با وجود اینقدر دوست داشتنم قسم میخورم که از دلم تو را بیرون میکنم. با من این خیل رفتار نکن. اگر خواهی بیا مرا کوش. برویم نگر. به من وعده بده که دیگر با زاغ سیاوان نمیخوری. وعده بده. وعده میدیم. بگو. وعده میدیم. بسیار روز رو میپرسم. مرا با بخشید بسیار روز میپرسم. رفتیم به خانه. زودتر. زهرا مثل دختری 18 ساله من به این خانه دار میشوم. این قدر زیباسته. کلید کنی؟ مرحمت برادر. چه خیلی که گپ زده بودیم همش رو حل کردم. گپ نیست برادر. یا بسم الله. این ماشین امثال پدرم است. زمانی چی بخیری؟ چقدر زود با ما باور کرد. ما هم ماشینی از همه آدم خطرناکترین شهر ما رو دزدیده بودیم ها؟ بله ما رو میکشت. خوب شد که فروختیمش. این رو با یک تیر دو فاختک زدن میگویم. هم بلا رو دور کردیم هم پول رو به دست آوردیم. رفتیم. خرچخل؟ به فکر من این ماشین برای جوانان است. از تو یگان کس پرسید؟ بهترین سوپر است بابا جان. این ماشین سوپر. من هم سوپر هستم. بابا جان سوپر من. کنی به ماشین گذاشته شینید؟ مرحمت ینگه جان گذارید که یک در رحمت احتیاط کنید سرتون نزن. تو چی نگاه داری؟ مایلش پدر جون نگاه نمیکنم.
با شما سایاتی خوش چی گویم آخه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همه کسا کلمتون عرض کنید. استاد شکری خدا که واخوردیم. خوب شد که واخوردیم. یک سوالک دارم پرسم استاد. هجری اکنون دیگر این خیلی سرسخن کردن در کار نیست. چرا در اینجا بودنت رو میدونم. تو شخصی پرسنده ای سوال ها هستی. سوالات رو بپرس. خدا از شما راضی باشد استاد. استاد یک دختر رو دوست داری، آن دختر تو رو دوست ندارد، جایز است یا نه؟ دوست نمیدارد گفته چی رو در نظر داری؟ نفهمیدم استاد. آخر حادثه تماما آشکار است، در این امید نیست. بله استاد، از همین سبب پرسیدم جایز است. سر چیکاری که نکنه دختر دوستش نمیدارد. بله استاد. با خدا هجری تو این خیلی سوالهای ناامیدی رو از کجا میابی؟ استاد جایز است یا نه؟ تو حالا هم در فکری سوالات هستی، در حال جواب دهید میگویی ها؟ نویس. جایز است. عشق مانند تجارت نیست. دوست داشتی گفته دوست داشتن شرط نیست. در نتیجه هجری آخر عشق در اراده نیست، این قلب است. فرمان را گوش نمیکند. شخصی که دوست ندارد یگان چیز گم نمیکند. از دوست داشتن هم چیزی زیاد به دست نمیاره. شخصی که دوست نمیدارد انا او بیچاره است. فهمیدم استاد. استاد خیر یک دختر رو دوست میداری، برای او درد میکشی، او رو با دیگر کس میبینی، گناه نیست مگر؟ نیست هجری نیست. دردهای عشق انسان رو پخته میکند. فهمیدی؟ فهمیدم استاد. خدا از شما راضی باشه. خدا از تو هم راضی باشد. درد عشق انسان رو پخته میکند هجری جان. استادی جانم. شوکت گاز رو سر کن، زود بیرون. یک آیله بزرگه. سردار ماشین رو یافتیم، اون رو تعقیب کرده ایستادیم. مایلش گوش کن شرف، ما یک عملیاتی بسیار مهم بکنیم. دو آدمی با قوت تیار کن. با کجا رفتنمان را بعد میگویم. حالا باشد رفته تیاری بین. مایلش اکا شیری من. مرحمت گذارید. میدونی سلین جان، تو را هیچ فراموش کرده نتوانستم. به خاطر تو برگشتم. التماس امره، این را گوش کردن نمیخواهم. سلین بگذار گپ زنم. چقدر خطای بزرگ کردم را بعد فهمیدم. مایلش میدونم به من باور کردن بسیار مشکل است، تو حق هستی، اما اگر به من یک امکان بدهی خطایم را اصلاح میکنم، وعده میدهم. حتی یک مرتبه زنگ نزدی؟ من فکر کردم که نسبت من بسیار غضبی هستی، کمتر انتظار شدم. آفرین، 2 سال انتظار شدی. آنقدر نشده است. اما بین آخر وقت چخیل تیز گذشت. 2 سال پیش در کجا بودیم، حالا در کجاییم؟ اما بین باز یک جا روبرویم. همین خیل نی؟ امره، من برای خودم یک صحیفه نو شدم و تو در این صحیفه نیستی. مایلش آخر این صحیفه رو یک جا پر کنیم، آغاز نو بکنیم. سیلین جان، از تو تنها آخرین امکان رو میخواهم. همین جا خیلی نیستیم ها؟ من اینجا بسیار نمیستم. تو خودش میکنی بینم چی میشه. اگر آمد تصور آقا ایست نجوم در کجایید؟ من با شما گپ زنم؟ گوش کنید، پول هیچ مهم نیست. یعنی شما ما را سردید، چقدری که خواهید میدم. مالش برادر سردارتون رو فهمونید عصبی نشد. تو مگر از نزدی خانم ماشینم را چخل دودی میکنه ها؟ تو مگر مردن میخوای ها؟ کسی نامی مرا در این شهر شنود راهش رو عوض میکند. تو کی میشوی که ماشین مرا میدزدی؟ تو در زیر دستی کی کار میکنی ها؟
ака ман дар зери дасти ҳеҷ кас кор намекунам. ман танҳо ба ҷаноби акрам ронандагӣ мекунам, дигар дар зери дасти ҳеҷ кас кор намекунам. акрамаш кист? суроғашро ба ман де. ака суроғаро чӣ кор мекунед? ана баста овардедашку, ӯро дастгир карда овардед, дар ин ҷо нишастааст. ой ту чиё мегӯӣ? чӣ хел дар он ҷо нишастааст? ту маро масхара мекунӣ? ака астағфируллоҳ, ин тавр нагӯед, магар дар ин ҳолат масхара карда мешавад? ту чаро мошини маро медӯзӣ? чӣ мақсад дорӣ? ака мо ягон мошин пошин надӯздем, он мошинро харидем. чӣ хел харидорӣ кардан? он туя оббарад. ака дар ҳақиқат мо ин мошинро харидорӣ кардем, илтимос азам ба ҷаноби акрам гапзанон карда масъаларо ҳал карда метавонем. пули бисёр дорад, ҳақиқатан як одами сарватманд аст. дар кор шавад аз ин мошин 2 харида медиҳад. барои як мошин мекишин одама? ой бешараф, мо дар фикри чӣ ҳастем? ту дар бораи чӣ гап мезанӣ? 2 не 20 гирӣ чӣ мешавад? ой чаро мошинамро дуздидӣ? ту чӣ мақсад дорӣ? ака ба худо мо мошинро надуздидем, шумо моро хато мефаҳмед. гуфтам онам ки домоди ҷаноби акрам комиссар аст. ӯ одами шинохта аст. саркомиссар он аст. ой ту маро таҳдид мекунӣ аҳмақ? не ака астағфируллоҳ. ба худо дандонам афчид ака. акаҷон шумо одама чӣ хел мезанед? магар одам роҳи хел мезанад? агар мана ҳама хел задан гиред ака, ман аз ин ҷо меравам. ака дар даҳонам назанед ки дандонҳоям беқувватанд. ой ман тамоми дандонҳои туро устувор мекунам, баъд туро кушта ба дарё мепартоям. чӣ мақсад дорӣ? маро хаста накун. назан ака, назан. тамом. ором шавед, гап мезанам. ана ҳамин хел ақладро кор фармо. булбули ман кани ба гап даро. ака дар асл ягон ҷои гапзаниаш нест. дар ҳақиқат дар ин ҷо маълум ки чӣ коре аст. тамом, бигзор ки мошинро дуздидам. мо бошем ин мошинро харидем. ман як дӯсти наздик дорам, ба ин хел корҳо сару кор дорад, мефаҳмад. ба ӯ як занг занам, номаш Калтакел аст. чӣ? Калтакелос? вай падарсага, бояд тахмин мекардам. ин маълум буд. охир ба ин кор қодир нестӣ. вай худо туро занад. яъне Калтакелос дуздидааст? ака Калтакелас надуздидааст, шумо хато фаҳмидед. ман гуфтаниам ки Калтакелас ин корро ҳал карда метавонад. ай Калтакелос, ин охирин дуздии ту мешавад. ин дафъа бо аҷалат рӯбарӯ шудӣ. он ҳаромиро зан омада ҳаматонро халос кунад. ба ман боз нагӯед ки рақамҳояшро надорам. нохалаф бошам ки бар рӯяд бензин рехта дар ин ҷо месӯзонам. тамом ака, фаҳмидам. алё бародар, ин мошин дуздӣ баромад. ту чиҳо мегӯӣ Шавкат? чӣ хел мошини дуздӣ? Шавкат, ман ҷазои туро медиҳам. сурғаро мегӯям, бинавис. майлаш меоям ҳозир. ба худо ки ин дафъа ягон гуноҳе надорам. майлаш. ман ҳозир туро дастгир мекунам. вақте ки ту калон шавӣ, кӣ шудан мехоҳӣ, Билол? ман мехоҳам одами бузург шавам. шамшер ва асп туро одами бузург карда наметавонанд. одами бузург будан ин яъне бидуни занҷирҳо. кадом занҷирҳо? ман занҷирҳои дохили туро мегӯям. ту озод будӣ. ҳамин хел не Билол. якчанд сол пеш душманҳо ба деҳаи мо ҳамла карданд. маро ва хоҳарамро гирифтанд. бозону зан худом. ӯ ба ту чизе гуфт? мо кай озод мешавем. мо набояд таслим шавем. одами бузург будан ин яъне бидуни занҷирҳо. ҳикояи ту аз ин ҷо берун мебарояд ва аз тамоми ҷаҳон мегузарад. барои якҷоя кардани мо. вақте ки ту калон шавӣ, кӣ шудан мехоҳӣ, Билол?